چرا مسلمانان در رمضان روزه میگیرند؟ بیشتر کسانی که از چاقی رنج میبرند با رژیم‌های گوناگونی دست و پنجه نرم میکنند. برخی از آنان به مدت چند روز فقط آب میوه یا میوه میخورند، یا از شکر و نشاسته پرهیز میکنند، یا برای مدتی از نوشیدنی‌های گازدار دست میکشند. با وجود این، موضوع روزه‌داری مسلمانان در ماه رمضان عجیب و غریب به نظر میرسد. حدود 2 میلیارد انسان در مدت 1 ماه به صورت دست جمعی روزه میگیرند. از خوردن غذا و آب و مقاربت جنسی در روزه خودداری میکنند. آیا به نظر عبادت سختی نیست؟ روح حقیقی رمضان چیست؟ تعریف عمومی روزه خودداری از خوردن غذا یا برخی از انواع آن به صورت داوطلبانه به خاطر بزرگ داشته یک روز آیینی یا به عنوان نمادی از توبه است. این عمل دینی در بیشتر ادیان جهان وجود دارد، مثل هندوئیسم، یهودیت و مسیحیت. با وجود اینکه در اغلب ادیان روزه با هدف کفاره گناهان گرفته می شود، ولی هدف اساسی آن در اسلام تقرب به خداوند متعال است. از آنجا که نظارت و پرهیزگاری خداوند شرط تحقق استقامت است، در اسلام تأکید بسیاری بر روزه شده است. از ابو امامه رضی الله عنه نقل شده که گفت: ای رسول خدا، مرا به انجام عملی دستور بده. فرمود: روزه بگیر، چون هیچ برابری ندارد. روزه سبب می شود تا فشار گرسنگی را که همه فقرای جهان احساسش می کنند احساس کنی. برای همین واجب است که هر مسلمانی بلافاصله پس از پایان ماه رمضان مقداری آذوقه به فقرا بدهد. پایه های اساسی روزه خودداری از خوردن و آشامیدن و مقاربت از صبح تا غروب خورشید در ماه رمضان است. سطح بنیادی روزه بدون فرمانبرداری از دستورات الهی از لحاظ معنوی به شخص فایده‌ای نخواهد رساند. از این رو برای پاک کردن درون از گناهان این سطح از روزه کفایت نمی کند. همچنین خودداری از اشباع حلال غریزه جنسی در اثنای روزه کافی نیست. روزه خودداری از اشباع غریزه جنسی از راه حرام را برای فرد در زمانی که روزه نیست آسان می کند. روزه به کنترل بسیاری از احساسات منفی و سرکش که در عقل و روح وجود دارند، مثل خشم، کمک می کند. همچنین روزه به مهار افکار بد کمک می کند. همچنین به انسان آموزش می دهد که بر بخل و طمع ورزی غالب شود. پیامبر علیه السلام در این مورد می فرماید: کسی که سخن دروغ و عمل به اقتضای آن را رها نکند، خداوند نیز نیازی ندارد که از خوردن و آشامیدنش دست بکشد. خلاصه درس‌های توسعه فردی و مدیریت زمان و منابع در تمام جهان یک چیز مهم را تبلیغ می کند: امیالت را کنترل کن و اجازه نده که امیالت بر تو مسلط شوند. ما در عصری به سر میبریم که مردم در اشباع هوس‌های خود شتاب میکنند. بسیاری چیزها هست که انسان برای ارضای فوری هوس‌هایش آنها را مصرف میکند. اینجا نقش روزه در کمک کردن به انسان در توسعه مهارت صبر و تسلط در زمانبندی و اختیار اشباع امیال روشن می شود. روزه یک عبادت ویژه بین بنده و پروردگار است. به علت ماهیت خاص روزه، پیامبر علیه السلام از پروردگار نقل می کند که فرمود: هر عمل آدمیزاد از آن اوست جز روزه، زیرا آن از آن من است و خودم پاداشان را می دهم. ماه رمضان است که در آن قرآن به عنوان هدایت مردم و دلایل روشنگری از هدایت و جدایی حق از باطل فرو فرستاده شده است. پس کسی از شما که در ماه رمضان حضور داشت باید روزش را بگیرد.